ذهنت مثل بچه 7 سال است که داره تمام تلاششو میکنه که از خواهر کوچیکش که یه بچه 4 سال است مراقبت کنه. بدن تو اون خواهر کوچیک است. ذهنت میخواد از بدنت مراقبت کنه، میخواد امن باشی، میخواد مراقبت باشه. و ذهن تو فقط به اندازه یه بچه 7 ساله میدونه چطور این کارو بکنه. سوال اینجا اینه: مامانه کجاست؟ باباه کجاست؟ چرا مسئولیت مراقبت از یه بچه 4 ساله گردن یه بچه 7 ساله است؟ این اشتباهیه که ما مرتکب شدیم که یادمون رفته یه بابایی، یه مامانی، یه حضوری هست اونجا و اون حضور تویی که ذهن تو میبینی. تو نمیری با اسباب بازیش وایسی بازی کنی. اگرم میکنی آگاهانه نیم ساعت 20 دقیقه بعدش میای بیرون. تو اون حضور آگاهانه ای که داره نگاه میکنه و با عشق نگاش میکنی.